اول چند تا دست رو میز بزن. آفرین. خب حالا از بغل برگ. آفرین. جوابش خط ندادی بنداز. حالا بسته. حالا جر بده. نمیخواد خیلی یه ذره دیگه چیز کنم. پلاستیکش مهم نیست. پلاستیکش پاره میشه. بس دیگه مثلا یه ذره خب چیز بشه. بس پلاستیکش جر بده. حالا اونوری کن. اونوری کن. بزنش بیفته. پاره کن. همه پاره کن. چرنم بده. جر بده. این برگه رو باید نگه دارم با گارانتی. جر بده. همه رو جر بده. خب اینا خود باید جای کسشه که طولانی شده. نه کات میزنم. خب حالا بازش کن. لنز نرو بیرون. بیا یکم جلوتر پیدا میشه. من زاویه نمونده. آره بیا دیگه. خب وقتی جعبه در آوردی جعبهش روی رو باشه. بذار کنارش. چه باز میشه؟ داداش سخت. تا حالا آیفون آنباکس نکردیم بلد نیستی. خب نه جعبهش بردی. بیا یکم این ورده. حالا شد. حالا این خب تمام. باز کن. همه رو اون دفترچه داداش. هرچی هست باز کن. اما تو لنز در نظر بگیر دیگه. خیلی نباید شارژ 67 تا گوشیتو بزنی میترکز اینا. حالا بدش اون کوسکش در نمیده. خب اون حالا همون نه برو جلو باش. اینجا بذار. همینجا نورش خوبه. حالا باز کن. اول روشو باز کن. روی نه اول پد جلوشو بعد این بکش. کشویه چیه؟ اونو بکش. این از این بدن. نه داداش کشویی نیست که اصلا. چرا؟ چسب نره پشتش. باید پارش کنم. نه باید پارش کنم. اینجا چسبه. من نداشتم که آنباکس دیدم. داداش منم خب حالا برگردون باز کن. برگردون. آفرین. نه بیا این سمت به سمت. حالا خب تمام. حالا پشتشو بیار. برچسب نره. اون بر برچسب نره. اون برش. آفرین. اون برش دیگه چی؟ برچسب داره بکنه چی داره؟ نداره. تمام. خب بایسته روشنش کنم. روشنش کن. خب تکونش همجا بزر روزن. خب تمام. نه اون نیار بالا. نور میفته توش. سلام بر دوستان عزیز. حالتون چطوره؟ من مهرشادم دیگه. همه تو منو میشناسین. من آدم معروفیم. اول از همه یه آنباکس خیلی فان براتون گذاشتم. خب ما تو زندگیمون از این آنباکس ها نداشتیم تا الان. اینم دیگه سقف آرزوهامون بوده که مثلا ما کال آف پلی میدیم بتونیم روی تبلت یا آیپد مثلا پلی بدیم. من تقریبا یه 4-5 سالی میشه با گوشی پوکو X3 پلی دادم. نه آدمی بودم که بخوام خیلی روی اکانتم خرج کنم نه چیز دیگه. اکثر اکانتایی هم که داشتم رفیقم محمد برام اوکی کرده. بریم سر اصل مطلب. یه گیم پلی آوردم براتون. تقریبا میشه گفت هایلایت توره. یعنی خب من تازه اومدم روی آیپد و اینکه خیلی سطح بازی مثل گوشی نیسته. گوشی بود میتونستم گیم پلی فول براتون در بیارم ولی خب الان هایلایت گذاشتم. امیدوارم که از این هایلایت خوشتون بیاد و عشق کنید. ببین یاد بگیرین. از من یاد بگیرین. جدی میگم. مثل من هر 100 سال یه بار یه دونه ساخته میشه. جدی میگم. اینو بعدم میفهمین مهرشاد که بود و چه کرد. این اول از همه این لگو دیدی؟ ببینین باعث برای چی مثلا لگ میزنه؟ برای اینکه شما وقتی روی این آیپد بازی میکنی باید یه فن داشته باشی. مثلا من اینجا بدون فن بازی میکردم که تازه یه دونه فن رفتم گرفتم. اونم خیلی فن قوی نیست. در واقع شبا من با امکانات خیلی کم پلی میدم. اول از همه اینو بگم که من صبح تا شب سر کارم. شبا میرم گیم تا ساعت 2-3 پلی میدم. هر چیزی هم که در بیاد در خدمتتون هستم. سعی میکنم این گیم پلی ساعت بالا بذارم براتون. شما که دارین وقتتون رو میذارین نگاه میکنین عشق کنین لذت ببرین. ولی خب اینم به بزرگی خودتون ببخشین که گیم پلی خیلی سطحش بالا نیست. اما یک سری سولو اسکوادایی هم توش هست
یا مثلا تک به 2 تک به 3 هایی هم نایف شو کونکش، یک سری تک به 2 تک به 3 هایی هم هست توش. ولی خب دیگه مثل گوشی نیست خیلی، ولی خب اینم بازی کنم روون میشم یک مقدار. حضرت میس، یکم میس بده مرشاد. اول از همه اینو بهتون بگم که شیائومی پد 7 پرو دیوایس جدیدیه که من خریدم. انصافا اگر با یه فن خنک کننده باش بازی کنی چیزیه که کارو برات در میاره. FPS خوبی هم میده، نسبت به قیمتش تقریبا در اومد برای من 52 خورده ای که تازه دیر گرفتم شد 52 خورده ای، زودتر میگرفتم در حد 47 تومن 48 تومن بود. یک مقدار تعلل کردم که نشد دیگه. حالا بماند، از این به بعد قرار کلی گیم پلی سطح بذارم براتون. دیوایس خوبیه، یعنی منی که از روی پوکو X3 اومدم روی این دیوایس برای من خیلی چیز خوبیه. حالا بعدها در ادامه اگه خدا بخواد شما حمایت کردین چنلو، ساب زدین، لایک زدین، کامنت گذاشتین، انشالله دیوایس خفن‌تر براتون میگیرم. حالا بریم سراغ اصل مطلب. من 4-5 سال تجربه بازی کردن توی کال آف دیوتی موبایل دارم. انصافا از روزی که اومدم توی بازی اول از همه با بازی حال کردم. یعنی بازی نبوده که من این بازی نبوده که من بگم آقا نه دیگه این حال نمیده خسته شدم و اینا. هر چقدر بازی کنم برام خسته کننده نیست. اما خب یک سری آرزوها هم داریم ما توی گیم دیگه. قطعا همه آرزو داریم که به یه جایی برسیم. حالا نسبت به اونایی که واسه سرگرمی دارن این گیمو میزنن، اونا فرق دارن با ما. من اکثر تایممو گذاشتم سر گیم دیگه، یعنی تایم زیادی و من سر گیم میذارم تقریبا در طول شبانه روزی، یا مثلا همون آخر شبی که خسته از سر کار میرم خونه تایمو میذارم که بازی کنم. اما خب از همون اول آرزومون بوده که یه دونه دیوایس خفن داشته باشیم. حداقلش اینه که آقا ببخشید من با جک 12 زدم، گان ریوایویم خوب نبود. حداقلش اینه که شبا پلی میدیم لگ نداشته باشیم. یعنی این دغدغه تموم کال آف پلیرهای گوشیه، حالا اونایی که دیوایسشون ضعیفه. حالا بعدش مثلا میتونن بگن ما اکانت خوب نداریم، ال نداریم. ببین با یه اکانت خیلی معمولی هم میشه گیم پلی خفن در آورد. بستگی به سطح بازیت داره، اینو واقعا میگم. تجربه خیلی مهمه توی این گیم. سعی کنید بازی میکنید از تجربیاتتون استفاده کنید، یعنی انمی رو اسیر تجربه کنید برای زدن یا مثلا برای وین گرفتن. حالا این فعلا یه گیم پلی خیلی قوی نیست ولی نسبت به این که من 4-5 روز آیپدو گرفتم انصافا میشه گفت خوب راه افتادم. و اینکه چون تایم زیادی هم روش نذاشتم، تایم خیلی زیادی نداشتم، ولی خب انصافا کم کم دارم راه میافتم. قرار کلی ویدیوهای خفن بگیرم اول از همه. دوم اینکه احتمال 90% ویدیو بعدی قطعا اشکتون رو از خنده در میاره. حالا اسپویل نمی کنم، تا اون ویدیو اومد برید ببینید، عشق کنید. در کل اینکه بازم متشکرم بابت اینکه ویدیو رو تا آخر نگاه میکنید. متشکرم از اینکه کامنت میذارید برای من. حالا یه لایک هم بکنید ممنونتون میشم. کلی گیم پلی دارم، به زودی همشو براتون اوکی میکنم میذارم. پلی زیاد دادم دیگه تو این چند روزی که آیپد اومده، انصافا پلی دادم، دستم راه افتاده. حالا اگرم جایی کم و کاستی هست شما به بزرگی خودتون ببخشید. بعد اینکه دیگه چیزی نمونده بخوام براتون بگم، زیاد صحبت کردم. انشالله حالا اگر ببینم بازدیدا خوبه، یعنی حمایت میشه، سعیمو میکنم که براتون به صورت مثلا دیلی آپلود کار کنم، یعنی هر روز براتون ویدیو بذارم. توانش هم دارم، میتونم. ولی خب باید ببینم چطوری داستان دیگه. اگه ببینم خوب جواب میگیرم ازش، سعیمو میکنم که براتون دیلی آپلود کنم. این پشمام ریخته بود، فکر کردم باته، نگو انمی بوده. قفل کردم. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، تقریبا میشه گفت تک به 5 یا تک به 4 زدم. از خوب بودن 117 توی سیزن جدید. زنگ نزن
از خوب بودن 117 توی سیزن جدید براتون بگم، کیلو هم اومده، کیلو هم گان خفنیه رو زمین. انصافا نگاه کن، یه 117 کاستومایز دارم، 3 نفر رو تا الان زدم، اینم 4میش. ببین هد تو ببینم رفتی واسه خودت، اصلا امکان نداره بتونی از زیر ایم رد شی. اینجا هم یکی دیگه هست، حالا ما یک مقدار اچس خودم رو کشیدم، اچس انمی بود. اینجا هید طرف رو گرفتم، حیف که نخورد، حیف که آخرین تیر نخورد، اگر میخورد کارش تمام بود. اما فرار شرمنده، یک مزاحم بهم زنگ زده بود و یک مزاحم اومده بود توی اتاق وسط صحبتام. حالا شما این شات آخر رو ببین، بعد از سطح این 117 و سطح بنده متوجه میشید. ایم اسنایپشون کن، توپ کلت رفت ستونم. جی اف علی. اینجا هم دیگه فکر کنم این مچو، این 2 کیلو زدیم و یه دونه انمی دیگه مونده بود دیگه، مچ تموم میشه دیگه، این مچ تموم میشه. بچه‌ها امیدوارم که حال کرده باشین با ویدیو، با سطح ویدیو. یا خدا کیلا رو نگاه کن. لطف میکنید چنل رو ساب کنید، یه کامنت هم بذارید که دیگه عشقید. شبتون بخیر، چون شب رکورد میکنم. خدا